دوستان عزیز سلام علیکم. 6 نوامبر سال 2025 می باشد. همه شما را با روزی کنستیتوسیای تاجیکستان تبریک میکنم و حاضر یک نوار میگذارانیم آیینی 6 نمود مویز و مقایسه بین آنها که شما باید دانید که اگر باغ کردنی باشد باغ مویز کنید، یک دانید یک تصورات داشته باشد که کدام باغ انگور تاک انگوری کدام انگور مویز خوب می شود. مویز های خوب بسیار هستند، از بازار ما نگرفتیم، چیزی که داشتیم خودمون همون رو ما حاضر به شما پیشنهاد میکنیم. در اینجا مویز ها هستند، مویزی که انگوری اواتار، مویزی انگوری آلویکا، مویزی انگوری آلویکا، مویزی انگوری مرسدس مرس، مویزی انگوری راتاتوی راتاتوی بخشش نه، راتاتوی نه، ارا 15 ارارات هم میگویند. مویزی انگوری شاهرودی ایران، من از ایران آوردم. این دانه دارد، اینش هم دانه دارد، مرس هم دانه دارد، شاهرودی هم دارد. و مویزی محلی اوروتپا، این نوعی دویم یا سیومش، نوعی اعلایش نه، نوعی اعلایش این خوبتر می شود، از این قیمتتر می شود. میگذاریم به چینکنی درازی. سر میکنیم از مویزی اواتار 1 2 3 3.5 سانتی متر مویزی اواتار است. 3.5 1 2 3 4 سانتی متر، قریب 4 سانتی متر مویزی وست آلویکا. مویزی آلویکا قریب 4 سانتی متر، یعنی این طرف شما برم برابر شد، قریب 4 سانتی متر، 4 سانتی متر هم گویا میشد. مویزی آلویکا نگفته نموند که این ما اویزون کدگی خوش کدگی نیستیم، هم خیلی در روی کات پرتوفتیم، در روی زمین خودش هم خیلی خوب خوش شد. اینوش فکر میکنم که خوش اویزون شدگی درست، اگر نه اویزون کنیم با درست‌تر میشد. مویزی مرس 1 2 2.5 سانتی متر، مویزی ارارات 1 2 3 سانتی متر، مویزی شاهرودی 2 سانتی متر و مویزی اوروتپام 2 سانتی متر. اکنون من چشته به شما مزهشون رو گپ میزنم که کدام از اینها با مزه است. همین شیرین است و دو تاشو گیرم من. این مویزی اواتار است. این مویزی اواتار حاصلی مایده مایدهش است، حاصلی آخرش است مایده مایدهش نگی. این کلان می شود عادتا، لیکن چقدر پختگیش رو خوش کرده است. این مویز از اکای عثمان است، از حصار دهه شروع اسکندر هم کس آوردن. حاضر میشه. بسم الله الرحمن الرحیم. مویز است راحت است، لیکن فکر میکنم قندناکیش کمتر است. قندناکیش کمتر است. میچشیم مویزی آلویکا رو. هم دوتا گیریم. نگفتن امانت که این مویز رو من با کرد کم کم بینش رو بریدم، با سوراخ کرده دونش رو گرفتیم. من کم کم سوراخ کرده دونش رو گرفتیم. این دونه داشت، این دونه داشت، دونش رو گرفتیم. اکن میبینیم چیوی همین رو خوردن در خوردن کلان رو خورد. این گوش ندارد، این گوش دار، این چنان گوش دار که و شیرین که راحت میکنید. در بازار این خیلی مویز نیست، انیخ نیست، باشد نشان دهید. این خیلی مویزی گوش دار، شیرینی با مزه
و کلون قیمت نیست. میگذاریم با مویزی مرس دوتا میگیریم. دوتاش رو گرفتیم. بسم الله الرحمن الرحیم. این دونش گرفتگی نیست. شیرین لیکن خیلی مزه دارد. یا مزه دونه گرومنده مزه دونه نه. کمچ خیلی مزه بعد از گزیدن دارد. اینم کیلوی تعریف است و به این همه براید. انا این مویزی حرارت مویزی از انگوری سفید. این بدون است. خود انگور بدون است. بسم الله الرحمن الرحیم. این رو هم این انگور رو هم نهالش رو من اول آوردم لیکن مویزش رو نهالش رو در خونه یک عبدالله پیوند کردیم و این موید رو یک عبدالله داد از دیگه بغلک ایسار حاضرش دویم جو میرد چون که شیرین به نهایت با مزه ملایم دویم جو این مر سیم جو رسول است یکم آل میکرد انگوری مویزی دونه دار شاهونه شاهرودی خدا خواهد از این نهالش رو میبیاریم هم دیاره نزیر این چونون دونهش مایده است که نمیفهمید لیکن اینجوی مرس رو گرفت مرس چهارم شد این سیم شد در مزگی دویم شد مرس حضرش چهارم رو تیپا دوتا میگیریم بسم الله الرحمن الرحیم مویزی طبیعی و رو تپگی اینو هر سه شب یک جای میکنیم چهارم جای میتیم ویدو هر سه ویدو میگذاریم به قسمت نرخش در نرخ از روی افت میخرد نه از روی شکل در نرخ این یکم جا میگیرد این فکر میکنم دویم جا میگیرد اینش دویم جا میگیرد در بازار چون که خشوی است ببینید این سیم جو را باید گیرد این مرس چهارم جو را میگیرد این دو کس پنجم جو را این دو نمود مویز این اگر از روی نمود نخیر میگیرن اگر که چشیده گیرن این را بسیاری میخرن چون که دونه دارد دونهش عموما هیچ نمیشود رنگ بدونه هم دوران عزیز اگر کدامی میخواهد دهقانی تجارتی مویز کند از الویکا کند من جوابش رو میگویم خب بینید من این مرسیدس دوتا مرسیدس و یک تا الویکا برابر بخی این دوتا این یک تا باز این الویکا رو ما در بدنش در تنه درخت بسیار میوه مونده بودیم اگر رو کم میکردیم این قدر میشد این قدر ممکن یک و نیم تای همین میشد ده خیلی امسال کم میکنیم انگورش رو در تنش بریده میپردیم کنده میپردیم هم درون عزیز این یک درباره مویز بود نگفتنم اونکی این رو میتونید شما با دونهش فروشید مول کده دونهش رو نگیرید و با دونهش فروشید همین بچه های تجارتی و چیای سمرقند آمده گرفته میبرند دونهش رو میگیرن چون که من همین مرسیدس رو در
من مرسدس رو در تورسون زاده همین خیلی مویز میکنم تو دونادور میفروشن 35 سومونی 40 سومونی میخواد بازار میبیند بازار چندی شود لیکن این هیچ وقت 35 40 سومونی نه این 50 60 همین دونادور 50 کمی کم میرود اگر شما دونادور فروشید از 4 کیلو 1 کیلو گیرید اگر 50 سوم فروشید اینه که انگور شما 12 سومون کیلوی انگور شما میرود گرفتم رو خوش کنید و دونادور فروشید از 4 کیلو 1 کیلو گیرید اگر تقسیم کنید 50 اگر 50 سوم فروشید نکیم خدا میدونه یا 50 سوم فروختن ممکن 60 سوم فروشید دونادورش رو یعنی 1 کیلو انگور شما 15 سوم و فروش میرد کدام انگور 15 سوم میفروشید به مالول این رو گرفته میمونید و بازور خریدار رو نگاه کرده میشنید و سروسی من نمیشد که میپوسد این خلادینیک در کار این در کار نه میگیرد میرد لیکن یکی از حساب امویزهای بهترین سفید این است این بینید ولی با استالیتی این زور میشد لیکن این بینید چقدر زور شده است اگه بلو هم که گرفته خوش کرده است طبیعی در تاگی افتاب موندگی این بینید چقدر بهترین مویز شد این چنان با مزه است که اینم بسم الله الرحمن الرحیم الحمدلله ندید برای فروش این اواتر هم می شود چون که افتر شو بینید چقدر خوش است در بازار سیب سیاز در بازار خریدش زور می شود این با ارزای دور است همین مرس سیاهی بد است لیکن با فکرم با الویکا نمی براید و با این نمی براید نگم تیداش این نمی نگو و این سفیدی با مزه نمی براید شهرودی هم بهترین است دونش هیچ نمیشه در زیدی دندان نه شاهانه شهرودی موندن بماشه خدا خط نیخوراش رو بیاریم مثال این خیلی مویزش با مزهش شاهانه شهرودی رو این خدا میداند انگورش نیوهل با مزه است چون که من رفتم در ایران انگورش رو علاقه ندیدم همدارون عزیز در پناه خدا باشد من از همین نویز کنیم من اگر یک کمی اخبار رو گرفته باشید معلومات گرفته باشید این علاقه در دنیای کانال است در پناه خدا باشید